भाई انسان در هر لحظه یک چیز کبیر معلوم میشه، اکبر معلوم میشه، در حالی که اصغر هست. گاهی به انسان این چوکی بسیار کبیر معلوم میشه، کی بسیار بزرگ است را از دست ند. گاهی در خود بزرگبینی مبتلا میشه، خودش برش بزرگ معلوم میشه. گاهی یک کلان برش کلان معلوم میشه. گاهی یکی از مخلوقات بزرگ را میبینه به تصور کوچک و خرد خود تصور میکنه که کبیر و اکبر هست. دور نیست. الله اکبر، الله اکبر. و ما شما میدانیم که فقط در اذان نیست کلمه. در این دنیا که ما شما آمدیم اولین چیزی که نیتاً گوش ما و شما به او و تماس شده به همی کلمه شده و امام صاحب یا مؤذن صاحب در گوش ما و شما همی کبریایی و عظمت الله رب العالمین را اعلان کرده و جای بجای کرده. الله اکبر.